سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. ما در حال سپری کردن روزهای پایانی سال هستیم و تا چند روز آینده وارد سال جدید میشیم و درخواستمون از مسئولین شهرستان اینه که توجه بیشتری به زیبایی شهر انزلی بکنن. ما در تعطیلات نوروز حتما شاهد این هستیم که مهمانهای زیادی برای بازدید و تفریح به شهر ما میان. شهر ما یک شهر توریستیه و حتما باید توجه ویژه‌ای به زیبایی این شهر بشه. با اینکه چند روزی بیشتر به تعطیلات نوروز نمونده، متاسفانه تغییری در وضعیت شهر و زیبایی شهر ندیدیم. یکی از لوکیشن های زیبای شهر انزلی پل قاضیانه. پل قدیم قاضیان، هر مسافری که وارد شهر میشه قطعاً با این صحنه روبرو میشه. پرواز پرنده ها و چشمانداز بندر که اونجا وای میسن برای تصویربرداری، عکس گرفتن و ثبت لحظات زیبا برای اینکه یادگاری بمونه براشون. متاسفانه وضعیت این پل اصلا درست و زیبا نیست و در حد و اندازه شهری به نام انزلی نیست. ما بارها و بارها در مورد این موضوع صحبت کردیم، مشکلات رو به تصویر کشیدیم، اما متاسفانه تغییری احساس نکردیم. هدف از ساخت این آیتم و گزارش ها به هیچ عنوان مشکل شخصی بنده با هیچ کدوم از افراد تو این شهر نیست. تنها هدف من کمک کردن، تنها هدف من نشون دادن مشکلات این شهر. امیدوارم به اندازه خودم بتونم کمک کنم به اینکه وضعیت شهرمون بهتر بشه.